یه جوانی از کوت آمده بود اونجا، تازه ازدواج کرده بود، بچه نداشت، میآمد خدمت میکرد، تو دستشوی حرم هم کار میکرد. 10 روز 20 روز سامرا میموند، یه چند روز مرخصی میدادن، میرفت کوت به همسرش رسیدگی میگه دوره برمیگرد. خلاصه فهمید زنش مریضه، علتی هم که بچه دار نمیشه مریضی سختی داره. هر دفعه هم که میرفت حال زنش بدتر بود، بدتر میشد. خلاصه بهش خبر دادن که فلانی اگه میخوای زن تو زنده ببینی بلند شو بیا. دکتر جوابش کردن این خیلی دیگه ازش چیزی نمونده، 2-3 هفته دیگه تموم کن. میگه یه شب جمعه منم هی متوسل میشدم به هر کی از ائمه سامرا، هیچ خبری. رفتم اساسیامو جمع کردم، گفتم آخر وقت برم زیارت کنم، صبح ماشینایی که اومد سوار بشم برم. رفتم تو حرم، هیچ کی نبود. قبر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم رو زیارت کردم. آدم کنار قبر نرگس خانم، خیلی هم حالم بد بود. کردم به عرض ادب کردن و گریه کردن و التماس کردن. یه جمله گفتم بیبی ما که هرچی به پسرت میگی حرف رو گوش نمیده، تو مادرش، تو بگو بلکه تو جواب تو رو بده. خیلی هم ناراحت زیارت کردم آمدم. خواستم برم، گفتم ما شب آخره که احتمالاً الان برم چند وقت دیگه زنم میمیره تا من اصلا دیگه معلوم نیست برگردم، بذار آخر شب جاروی دوباره بزنیم. جارو گرفتم شروع کردم سهم جارو زدم، یکم جارو میزدم. یه مرتبه دیدم یه کسی جلو قامتش رشید بود، این سینه مبارکش اینجا وحشت کردم. خواستم سلام بیارم بالا ببینم کیه، مثل که یکی دستش گذاشته باشه رو سرم، نذاره سلام بلند کنم. فرمود چیه؟ چه کارم داری؟ اصلا نفهمیدم کی مواجه. امام این ور اون ور عالم براش هیچ چیزی نداره، اما میخوام بفهمونم. فرمودن نمیدانی امشب شب جمعه است، من در گوشه و کنار این عالم کار زیاد دارم. چی کار داری؟ به مادرم گفتی، مادرم گفته بیا. اصلا نفهمیدم، اصلا دوزاری نفهمیدم. گفتم که زنم مریضه و ناراحت زنم بودم. فرمودن که من میرم، برو بگی بخواب، سحر توی خوابت میام، اون موقعی که میام وقت استجابت دعاست، دعا میکنی خوب میشه. یه مرتبه تازه دوزاری افتاد، فهمیدم کی بود. خب رفتم و دستیامو جمع کردم تا خواب. سحر جمعه تو خواب دیدم، این دفعه دیدم. فرمودن نگاه کن به آسمان. نگاه کردم به آسمان، یه دری باز شد. آقا قصه مال 1000 سال قبل نیست، مال 10 سال قبل، 15 سال قبل. 7 تا در باز شد. مثلا بفهمونن که الان درای اجابت دعا بازه. فرمودن دعا کن. دست بلند کردم که خدای همسرم عافیت بده. آخه چقدر ناز داره، چقدر خوبه. تا اینو گفتم حضرت فرمودن آمین. آقا موقع استجابت دعا کنی. بعد امام زمانم میگه الهی. بعد حضرت فرمودن که واسه بچه دار شدن تام دعا کردم. حضرت فرمودن آمین. بیدار شد. بقیه‌اش معلومه دیگه این بچه. صبح بلند شدم اسلحه جمع کردم، رفتم کوت، دیدم همسرم خوبه، هیچ نیست، اصلا مثل اینکه هیچی نبود. دوباره بردیم دکتر، گفتن هیچی نیست، صحیح.